5 تا برنامه که بعد از نصب ویندوز باید حتما رو سیستمت داشته باشی که آخریش از همه مهمتره. شماره 1 یه مرورگر خوب که پیشنهاد من گوگل کرومه، که هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ رابط کاربری واقعا یه برنامه روون و کاربردیه. شماره 2 یه برنامه که بتونی فایل زیپتو باهاش باز کنی، وینرر، که به سادگی این کارو میتونی انجام بدی. شماره 3 آفیس که بتونی فایل ورد و پاورپوینت و اکسلی که داری و باش اجرا کنی و بتونی اونا رو ویرایش کنی. شماره 4 یه برنامه پی دی اف خوان که پیشنهاد من ادوب آکروبات ریدره که به راحتی بتونی فایل پی دی اف رو باز کنی و اگه ویرایش چیزی هم خواست بتونی روش انجام بدی. شماره 5 یه برنامه مدیریت دانلود، IDM یا اینترنت دانلود منیجر، یه برنامه مدیریت فایل دانلودی که خیلی ترتمیز میزان دانلود، سرعت دانلود رو بهت میگه و خیلی روون و کاربردیه. اگه از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری از تست و بررسی بقیه گوشی‌ها مطلع